مولانا همیشه تأکیدش همینه که مواظب همنشین خودتون باشید. همنشین صالح انسان رو صالح میکنه و همنشین طالح و بد انسان رو طالح میکنه، بد میکنه. باید مواظب باشیم با کیا میشینیم، چون ما بخوایم یا نخوایم طبیعت ها از هم رنگ میگیره. ما بخوایم یا نخوایم، بفهمیم یا نفهمیم، هر محیطی روی ما تأثیر خودشون میذاره. هر همنشینی تأثیر مثبت یا منفی خودش رو روی ما میذاره. امکان نداره که انسان با عطر فروش بشینه و بوی عطری به مشامش نیاد و لباسش از اون محیط بوی نگیره. و امکان نداره انسان به یه آهنگری دوست بشه و بوی اون دود و بوی سنگینی که حاکمه بر اون فضای آهنگری بهش اثر نکنه و آثاری از اون درش دیده نشه. همنشین خیلی مهمه. گاهی همنشین کتابه، فضای مجازی است، فضایی که تو با او در ارتباطی. گاهی این همنشین اون کانال تلگرامیه یا واتساپیه که تو عضو اون گروهی. شخصیت تو رو میسازه، کتاب‌هایی که میخونی شخصیت تو رو میسازه، کسایی که باشون هم نشینی شخصیت تو رو میسازه، اون طریقی که تو در فضای مجازی با اونا در ارتباطی. بنابراین همنشینی مقبلان چون کیمیاست. مولانا میگه همنشینی سعادتمندان و نیکبختان حقیقی، اونایی که به سرمایه محبت الله رسیدن، اونایی که به آزاد مردی و فتوت رسیدن، همنشینی مقبلان چون کیمیاست، مثل کیمیاست. همونطوری که کیمیا ماهیت چیزها رو عوض میکنه، یه چیز بی ارزش رو تبدیل به چیز ارزشمند میکنه، همنشینی با انسانهای خوب همینطوریه. تمام همون صفات رذیله و تمام همون صفات بدی که به هر حال در وجود هر انسانی وجود داره، با همنشینی یک خوب اونها اماله میشه، یعنی جهت پیدا میکنه، به یک سمت و سوی خوبی حرکت میکنه. همنشینی مقبلان، اگر تو یه آدم معمولی و یه آدم کاملا جزئی بوده باشی، از تو یک انسان کامل و بزرگ و وارسته میسازه.